این بود که همین حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که آمد شام، همین وقتی همین بیماری آمد، بعدا وقتی پیشوازش گرفتن و تکلیفش کردن، گفت به سمع من رسید که در جای شما وبا آمدگی. گفتم بله حضرت همین بیماری آمدگی. خیلی اگر در تقدیرت باشه مقصد میرسه، در تقدیرت نباشه نمیرسه. ولی بچه های ما هم امروز این برادر سوال کرد، بسیار سوالی به موردم بود. بچه های ما امروز بسیار در همین بابت برادرای عزیز بی پروان. انا همین گپ محض گپی خطایی که انا این خیلی همه گپ های در تقدیرت باشه میشه، نباشه این دهن تا بستن و این دستاتا شستن و مقصد این سلام کردن و این آغوش گرفتن، ایناش همه یک گپی زیادی های. برادرای عزیز این گپا کارو خطا هست، اینها را رعایت کن در کار. اگر ما همه را رعایت نکنیم برادرها، برای که امروز همین تجربه نشان داده که حقیقتا همین های از آدم به آدم گذشته است. ما را پیامبر نازنین گفته است که این لی بدنی که علیک حق، بدنهاتون بالاتون حق دارن. حقی ایرا رعایت که، گرسنه شید سیرش که، تشنه شید سیرابش که، بیمار شید طبابتش که، این طری حالت ها آمد حفظش که. نگفت است خیلی تقدیر درست میگیم، ما هممون میگیم چیزی در مقدرات باشد او حتما شدنیه، لیکن پیشگیریش هم حضرت عمر چرا ندار آمد؟ گفتن حضرت تا تقدیر میگریزی؟ گفت افیرو من قدر الله الی قدر الله. ای تقدیر خدا میگریزم به سوی تقدیر خدا. همین گریختن من تقدیره، لیکن همین احتیاطای ما هم تقدیر دمیدرویه. برای همین بچه های این مسئله در بینیایت به اهمیت نباشید، هیچ وقت به اهمیت نباشید در این مسئله.